سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در شهر زیبای ماسال. امروز شنبه 20 مرداد ماه و ساعت حدود 10 صبح. ماسال یکی از شهرهای زیبای استان گیلان هست که همه اون رو با ییلاق زیبای اولاس پلانگا میشناسن و محال تصویری از این قلاق زیبا در فضای مجازی ندیده باشند. ماسال در غرب استان گیلان و در همسایگی شهرهای سومسرا، فومند و خلخال اردبیل قرار دارد. فاصله این شهر از شهر رشت حدود 55 کیلومتر. مردم ماسال تالش زبانند و بازار هفتگی در این شهر در روزهای شنبه برگزار میشه. امروز هم برای ضبط ولاگ بازار هفتگی اون اومدیم و به زودی ولاگ این بازار زیبا و بزرگ رو در کانال قرار میدیم و لینکش رو براتون در توضیحات ویدیو قرار خواهیم داد. از جاهای دیدنی شهر ماسال علاوه بر ییلاقی که گفتیم میشه به بام سبز ماسال، روستای سویچاله، غار آویشو، پارک جنگلی ریزمندان و منطقه شاندرمن اشاره کرد. هفته پیش ولاگ رانندگی از شهر سومسرا به طاهرگورا و ماسال رو در کانال قرار دادیم و لینک اون رو هم براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار دادم. اگر به دیدن زیبایی های ماسال هم علاقه دارید حتما به پلیلیست شهر ماسال سری بزنید. خواهشاً با لایک و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.